spéciale, je vais mettre une marque à mon visage, on va les je vais mettre un masque, après le visage, comme ça après il vient trop beau, je mettais un maquillage aussi, tu sais, c'est quel âge? J'ai 16 ans et demi, avant j'ai 16 ans, maintenant j'ai 16 ans et demi, j'ai un dent il est tombé. در این ویدیو مشاهده میکنید ماسک آبرسان هندوانه برای پوستای خشک و حساس و آبرسانی قوی داره و قیمتش هم خیلی مناسبه و اینو باید هفته 1 الی 2 بار استفاده کرد. 10 تا 15 دقیقه روی پوست باشه، روی پوست تمیز و خشک و حتما بعدش که برداشتید میتونید با باقی مانده سرمش ماساژ بدید پوست رو و تاثیر خیلی خوبی داره، مخصوصا برای پوستای خشک. و محصول بعدی که مشاهده میکنید مخصوص زیر چشم و خط خنده اطراف دهان هست. این محصول بسیار عالیه، من خودم همیشه استفاده میکنم برای ضد چروک و تا حدودی چین و چروک‌ها رو از بین میبره و سیاهی زیر چشم و واقعا آبرسانی قوی داره. بین 20 تا 30 دقیقه باید استفاده بشه، هفته 1 بار 2 بار کافیه و توی فروشگاه‌هایی مثل DM، نغما، نوسیبه میتونید پیدا کنید. میتونید این ویدیو رو ذخیره کنید. من و دخترم انجام دادیم. البته این محصولات برای بزرگسالان هست و میتونید این ویدیو رو برای دوستاتون بفرستید. در ویدیوهای بعدی محصولات دیگه‌ای که استفاده میکنم و خیلی راضیم و براتون فیلم میگیرم بهتون نشون میدم. ممنون.